با عرض سلام و خسته نباشی خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم کاشت خشخاش یا همون تریاک رو از اول تا آخرش واسهتون بذارم آموزشو. برای کاشت خشخاش اولین کاری که باید بکنی بذر خشخاش هستش که باید اونو پیدا کنی از عطاریا یا کسی که کاشته همون بذرش و داخلش هست که آخر سر. و برای اولین مرحله باید اونو ریخت روی زمینتون هم باید یکم نرم باشه که این بذر بره یکم زیر زمین. اولین کاری که میکنیم اینه که بذر رو میریزیم، همینجوری بذر رو میریزیم همه جا و با دست این بذر رو یکم زیر زمین میبریم که بتونه یکم زیر زمین بمونه، بالای آب نباشه و نباید خیلی زیر زمین باشه. باید اندازه این بذری که میبینید 3 برابر خودش باید زیر زمین باشه، 3 برابر خودش زیر زمین باید باشه. و اولین مرحله همین هستش. و وقتی که بذر رو ریختیم خاکم یکم ریختیم روش و بهش آب میدیم مثل اینا، نگاه، مثل اینا بهش آب میدیم و روز اول خوب بهش آب میدیم و 1 روز در میان بهش آب میدیم و وقتی که بهش آب دادیم این بذر بعد از 1 هفته شروع به در اومدن میکنه. اولین حالتی که هستش اینجوریه، نگاه کنی بچه‌ها، این بذر خشخاشه. این یکم طول میکشه، تقریبا 2 هفته 3 هفته طول میکشه که این بذر به این 4 برگ برسه. در اولین حالت بچه ها نگاه کنید اینجوری میشه. اینها اگه بتونم درست نشونش بدم، نگاه کنید، اینها در اولین حالت اینجوری میشه. در اولین حالت یه ریشه کوچولو هم میزنه ولی تقریبا تا 5 روز یا 7 روز به این حالت میرسه. نگاه کنید، بتونم درستش کنم. این حالت میتونه اینجوری هم کاشته بشه که یه خط بکشین و داخل خط در زمین هایی که علف هرز و یعنی هر جور علفی در میاد، این نمونه بهتره که میتونیم داخلش رو تمیز کنیم، این طرف و این طرف بمونه و هر این نمونه میشه اونم نمیشه. نگاه کنید درست، اینا خشخاشه، اینها. و بعد از 2 هفته الی 3 هفته شما میبینید که به حالت این حالت میرسه. نگاه کنید، این حالت به چند برگ در میاد، کم کم تقریبا الی 1 ماه میرسه اینجوری، همینجوری میرسه تا 1 ماه. و باید کودش هم کود سفید داده بشه. نگاه کنید
اینا خشخاشه و بستگی به آب هوای منطقه هم داره که چجوری آبیاری بشه. و عرضم به حضور منور شما این موقع کاشتش هم از اول زمستان شروع میشه. نگاه کنید بچه ها، اینا خشخاش هستش و وقتی که 1 ماه الی 2 ماه این بذر کاشته بشه، بعد از 2 ماه کم کم رشد میکنه و باید هر هفته در مناطقی که سرد هستش، البته هفته الی 10 روز آبیاری بشه. باید جوری بشه که زمین نگاه کنید خشک بشه، زمین کامل خشک بشه در این حد. نگاه کنید این حالا علف زیاد در اومده در این یکی و همینجوری در اولین حالت نگاه کنید اینه، نگاه شروع میکنه. این در مرحله دومه، البته شروع میکنه به 4 برگ در اومدن. نگاه کنید اینا 4 برگ در اومدن در میاد و باید مثل یه بچه نگهداری بشه و بعد از 2 ماه این خشخاش میاد میرسه به این مرحله، یعنی میشه مرحله 3. نگاه کنید اینا این مرحله 3 هسته. میتونید در 3 مرحله کاش بشه. مرحله اول یعنی مرحله اول زمستان هستش، یعنی اول دیما، وسطای دیما و بهمن ماه تا اولای تا 10 روز بهمن ماه هم در میاد. نگاه کنید این مرحله 3 هستش و تمام مراحلشو برای شما در کانال خودم خواهم گذاشت. با عرض خسته نباشی و خدا نگهدار.